درود بیننده گرامی، امروز جمعه 8 اوگوست است و من طاهری سفر تا 15 دقیقه دیگر شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. نگاه به سرخطی چندی از موضوعهای برنامه. دزدی 1 میلیارد سومانی و یا 100 میلیون دلار. مقامات جزئیات پرونده رئیس فرودگاه بین المللی دوشنبه را آشکار کردند. امروز از مبلغ‌های تصرف گردیده چیزی که من در بلوغ قید کردم 281 میلیون سومانی با بودجه دولت برقرار کرده شده است. بیرحمی نسبت به فرزند و مرگ 5 طفل به دست مادران سبب شد در ختلان مقامات برای پیشگیری از چنین فاجعه ها پشتیبانی مردم بگردند. عملی کردن کارهای فهماندهی باور دارم که در آینده برای کم کردن این ظهورات نامطلوب شما خطا نمیشود مساعدت میکنه. قرار است امروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رهبران ارمنستان و آذربایجان را میزبانی کند و از احتمال سازش صلح بگوید. مقامات تاجیکستان میگویند رئیس سابق فرودگاه شهر دوشنبه که شکایت از کاریان بسیار زیاد است با چندی از شریکانش به دزدی بیشتر از 100 میلیون دلار متهم می شود. اسمت الله عبدالله زاده را ماه می امسال از مقامش برکنار کردند و قبلا گفته می شد که او به تصرف 500 میلیون سومانی و یا 50 میلیون دلار متهم است. جزئیات این پرونده را در نشست خبری آژانس مبارزه با کروپسیا در دوشنبه افشا کردند و همکاران ما علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله در این نشست خبری بودند. با گذشت 3 ماه از برکناری اسمت الله عبدالله‌زاده رئیس پیشین فرودگاه بین المللی دوشنبه، مقامات آژانسی مبارزه با کروپسیا گفتند که او و چند زیردست سابقش بر بودن 1 میلیارد و 245 میلیون سومانی گمانبر دانسته میشوند. سلیمان سلطانزاده رئیس آژانسی مبارزه با کروپسیا روز 8 اوگوست در نشست خبری گفت از این حساب تصرف 961 میلیون سومانی به خود اسمت الله عبدالله‌زاده راست میآید. از جانب مسئولین جمعیت توسط استفاده شرکت‌های یک روزه نقدینگی و تصرف مبلغ‌های جمعیت با بهانه خرید و تامین مال و موادهای ضروری در حجم 1 میلیارد و 245 میلیون سومانی آشکار کرده شده است. وابسته به حالت بالازیکر نسبت دیرکتور جمعیت سهامی کشاده فرودگاه بین المللی دوشنبه عبدالله‌زاده، معاون او маликзода، сардори хадамоти таъминот ва хизматрасонии ҷамъият Давлатов, мудири анбор Холов, сармуҳосиб Исматуллозода, хазинадори ҷамъият Ҷураев, инчунин роҳбарону намояндагони ширкатҳои молрасон ва дигарон ҷамъ нисбати 22 нафар бо моддаҳои 245 қисми 4 банди б ва 340 қисми 2 бандҳои А, Б Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, айни ҳол тафтиши пешакии парвандаи ҷиноятӣ идома дорад. чунин бандҳои кодекси ҷиноӣ аз они худкунӣ ё исрофкорӣ ба миқдори махсусан калон ва сохтакории такрорӣ бо маслиҳати пешакӣ аз ҷониби гурӯҳи одамон буда аз пардохти ҷарима то 6 ва 7 сол зиндонро пешбинӣ кардааст. то имрӯз аз маблағҳои тасарруфгардида чиқеле ки ман дар боло қайд кардам 281 миллион сомонӣ ба бюджети давлат барқарор карда шудааст ва ҷиҳати барқарор кардани боқимонда маблағҳои зарар аз ҷониби кормандони мақомоти агентӣ ҳам самти оперативӣ ҳам самти тафтишот чораҳои зарурӣ андешида шуда истодааст. пештар яке аз наздикони Абдуллозода бо радиои Озодӣ гуфта буд ки баъзе амволи ӯ аз ҷумла 4 тарабхона дар Душанбе, 2 осоишгоҳ дар атрофи пойтахт ва чанд манзили зист дар вилояти Хатлонро ба фурӯш гузоштаанд. видеои яке аз хона ва фурӯшгоҳҳои ӯ дар Душанбе пурбинанда гашта буд. исматулло Абдуллозода рӯзи 2 майи имсол аз мақомот барканор ва дастгир шуд. ӯ аз соли 2016 раиси фурудгоҳи байналмилалии Душанбе буд. сомонаҳои мухолиф навиштанд вай ба хонаводаи президенти Тоҷикистон робитаҳои наздик дорад ва мумкин аст бо ҷазои сабук раҳо шавад. ба иттилои расмӣ санҷиши ин фурудгоҳ дар солҳои 2022-2025 сурат гирифтааст. оҷонси мубориза бо коррупсия дар ним сол беш аз 1200 ҷинояти коррупсионӣ ва иқтисодии фасодомезро ошкор намуда зиёда аз 600 миллион сомонӣ зарарро барқарор кардааст. созмони шаффофияти байнулмилал соли гузашта бо нашри гузориши шохиси дарки фасод Тоҷикистонро миёни 180 кишвар дар ҷойгоҳи 162 қарор дод ки дараҷаи баланди фасодро дар кишвар нишон медиҳад.
و رو میاریم به نشست خبری دادستان کلی تاجیکستان. حبیب الله واحدزاده اعلام کرد که در رابطه با سلسله قتل‌های بیرحمانه در شهر کانیبادام که مردم شهر را از ترس شب زنده دار کرد، به 4 نفر جزای سخت‌ترین در تاجیکستان را سزاوار دانستند. حبیب الله واحدزاده روز 8 آگوست در نشست خبری نیم ساله دادستانی در دوشنبه دایر به جزئیات پرونده چنین گفت: خدای بیردی سولی جون توختایف احد روشنوف بختیار ساتوروف مراد همین شخصان در صادر کردن همین کشتار گناهگار دانسته شدند. در این کشتار این سلسله کشتارها را است. اینجا 5 اویله را به قتل رسانیدند، قریب 15 نفر به هلاکت رسیده است. در بین آنها 5 نفر را نابالغان تشکیل میکنند. یکتاش سوءقصد به کشتار است. برای همین از روی مجموع جنایت‌ها نسبت همین شخصانی که به شما نامبر کردم، هم هر 4 همین نفر با جزای از همه وزنی که در کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان مقرر شده است، 1 عمر محروم کردن از آزادی محکوم گردیدند و این را سود بررسی کرد. در اساس دلیل‌های پیشنهاد شده تصدیق خودش را یافت و آنها جزای سزاواری خودشان را وابسته به این کشتارها بود. از ماه مارس تا آخر سال 2024 در محله‌های گوناگون کانیبادام زیاده از 20 نفر از 7 عائله از جمله کودکان کشته شدند و ترس در اینجا تا حدی بود که مردم شبانه در کوچه‌ها پاسبانی می‌کردند. و دادستان کلی تاجیکستان همچنین پرونده مرگ نورس 15 ساله خسرو آدینیف را شرح داد که روز 26 ایول در شهر ترسونزاده پس از شکنجه بیرحمانه پدرش جان داد. ما نسبت این شخص اویدی کشتار به حالتهای وزنین کننده آغاز کرده هستیم. این شخص دستگیر و حبس کرده شده است. حاضر تفتیشات پروکاتورای گنرالی جمهوری تاجیکستان را به ذمه دارد، یعنی مفتشان اوید به کارهای مخصوصا مهم. تمام حالتهای دیگری که چی سبب شد، چی واقعه شد، چی خیر شد، با کیها در همین از اهل اویله دست دارند، با راه تفتیشاتی معین کرده مسئله جوابگری کسی باشد گذاشته می شود. مثلا پدر خسرو پرویز آدینیف به آن متهم می شود که پسرش را به دزدی 600 سومانی گمانبر دانسته پس ماشینش بسته و روی زمین کشیده است و تا حدی که او بعد از مدتی کوتاه در خانه جان داده است. حادثه دیگری مدهش که دادستان کلی تاجیکستان شرح داد قصد خودکشی یک زن از ناحیه فرخار بود که خود و فرزندانش را به آب انداخت. مادر زنده ماند ولی 4 طفل خردسالش جان دادند. زن در نتیجه رشک شوهرش گویا با دیگر زن علاقه دارد، شبانه 4 فرزند خودش را گرفته برده از بالای کوپروکی دریای سرخاب میپرتاید، خودش هم ولی کودکان به هلاکت میرسه. نسبت این حادثه خودش زنده پرونده جنایتی آغاز کرده شده است، دستگیر و حبس کرده شده است. تفتیشات اوید این مسئله ادامه دارد. قتل این 4 فرزند و هم با کار زدن چند کودک دیگر در ناحیه قبادیان ولایت ختلان را تکان داد و باعث شد که مقامات رسمی برای راه ندادن به تکرار چنین فاجعه ها پسیداری هزاران خانواده در ناحیه های ولایت بروند. محمود جان رحمتزاده در این باره گزارش می‌دهد. رشک بلند مدینه حلیمова باعث به دریا انداختن 4 طفل شده است. حادثه 1 ماه و 10 روز پیش در ناحیه فرخار رخ داد. حالا مادر این 4 طفل در بازداشت قرار دارد. رئیس ناحیه فرخار گفت که رشک بسیار بلند باعث این حادثه شده است. رشک فرمانده شدگی خیلی آغاز شدگی امور رفته استودن و نتیجه‌اش که معلوم شد و افراد پیش می‌آید. بعد این حادثه تنها در فرخار مقامات به 20,000 خانه سر زده‌اند. در این کمیسیا نماینده پلیس، کشاورزی و بخش کاربازان شامل بودند. معاون رئیس ولایت 2 حادثه در ولایت رخ داده را ننگاور خواند. منظور معاون رئیس ولایت هم حادثه در فرخار به دریا انداختن فرزندان از سوی مادر و در قبادیان با کارد زخمی کردن فرزندان بود. عملی کردن کارهای فهماندهی باور دارم که در آینده برای کم کردن این ظهورات نامطلوب شنگویم خطا نمیشود مساعدت میکنه. این بار اول نیست که در ختلان زنان قصد جان خود و فرزندان میکنند. چون این حادثه ها مقامات را در ختلان نگران کرده است. از همین سبب حالا مسئولان به خانه ساکنان رفته با آنها صحبت میکنند. معاون رئیس ولایت هم گفت که با این هدف میخواهند تعداد چنین حادثه ها را کم کنند. اما این کار تا چه اندازه نتیجه خواهد داد حالا معلوم نیست. تنها معاون رئیس ولایت گفت که فهماندهی را وظیفه اصلی خود میشمارند.
ҳоло мақомот дар хатлон нисбати Юлдуз Бозорова ва Мадина Ҳалимова, яке фарзандонашро бо кор захмӣ ва дигаре дар дарё партофта буд, парванда боз карда ҳардуяшро боздошт намуданд. дар вилояти Хатлон гуфтанд ки инҳо барои аъмолашон ҷазо хоҳанд гирифт. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан, фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. رو میاریم به مسائل بین المللی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که امروز در کاخ سفید نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و ایلهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان را میزبانی میکند که کشورهایشان خصومت و دشمنی دیری ندارند. ترامپ در شبکه ترو سوشال نوشته است که بسیاری از رهبران سعی کردند به جنگ دو کشور خاتمه بدهند ولی نتوانستند، اما اکنون این کار به او میسر شده است. درباره احتمال امضای سازش صلح میان ارمنستان و آذربایجان قبل از برنامه صحبت داشتم با همکارم کیومرث سیاتا و اول از او درباره احتمال امضای یک چنین سازش پرسیدم. بله طاهر، ارمنستان و آذربایجان شاید در آستانه امضای یک سازشنامه تاریخی صلح و یا حداقل اعلام درباره آن قرار داشته باشند و آن هم در واشنگتن. رهبران دو کشور را دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید میزبانی میکند و قرار است نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان برای گفتگو با آمریکا برود و ایلهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان هم برای مذاکرات در آنجا خواهد بود. اما هنوز مشخص نیست که این دیدارها چگونه صورت میگیرند، همراه یا جداگانه. هیچ اطلاع دقیق هم در این باره از حکومت‌های کشورها نشر نشده است. اما رسانه‌ها با تکیه به منابع دیپلماتی نوشتند که ممکن است دونالد ترامپ پیش از ملاقات سه جانبه با دو رهبر در روز 8 آگوست یعنی با پاشینیان و علیوف جداگانه صحبت کند. با وجود این شاید دو طرف سازش امضا نکنند و تنها از قصد خود برای رسیدن به توافق در آینده نزدیک اعلام بدهند. یک عضو حزب حاکم و کمیته رابطه‌های خارجی پارلمان ارمنستان هم گفته است که هیچ صحبت از امضای سند نیست. ارمنستان و آذربایجان پس از سقوط شوروی و رسیدن به استقلال در سال 1991 برای ولایت کوهستان قره باغ دو بار با هم سخت جنگیدند و بار آخر این سال 2020 که در نتیجه آن آذربایجان قره باغ کوهی را به قلمرو خود وارد کرد. و سوال دیگری که از همکارم پرسیدم درباره یکی از نکات اختلاف میان ارمنستان و آذربایجان کریدوری به نام زنگیزور است. از بس که سر و صدا درباره این کریدور زیاد است، از همکارم پرسیدم آیا اطلاع هست که سرنوشت آن چه خواهد شد؟ بله، بر اساس سازش آتشبس سال 2020 که با میانروی مسکو حاصل شد و به جنگ خونین 44 روزه در کوهستان قره باغ پایان داد، ارمنستان باید از طریق کریدور یا دهلیز زنگیزور امنیت نقلیات و رفت و آمد را بین خاک آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان در غرب این کشور تامین کند. ارمنستان که تقریباً 40 سال توسط آذربایجان و ترکیه در محاصره زمینی است، پیوسته تاکید کرده است که این راه ترانزیتی باید بخش از روند عمومی بازگشایی منطقه باشد و صلاحیت و تمامیت ارضی ارمنستان را محترم شمارد. سال 2024 به سبب دست نیافتن برای حل مشترک، دو کشور گفتند که مسئله کریدور مذکور و حمل و نقل به طور جداگانه از سازش صلح بررسی خواهد شد. باید گویم که صلح پایدار و باز کردن یک راه ترانزیتی از طریق ارمنستان میتواند که قفقاز و آسیای مرکزی سرشار از نفت و گاز را به گذشتن از روسیه و ایران به اروپا بپیوندد، ولی هر دو، هم روسیه و هم ایران، نگرانی خود را از حضور احتمالی آمریکا در منطقه استراتژی سوینیک ارمنستان که با ایران هم مرز است ابراز کردند. در هر صورت طاهر، ما منتظر میمانیم تا ببینیم که ملاقات جانبها در آمریکا با چه می انجامد. تشکر. همکارم کیومرث سیاتا درباره احتمالی سازش صلح میان ارمنستان و آذربایجان صحبت میکرد. گزارش مفصل در این باره در وبسایت azadi.org. اخبار آزادی به پایان رسید. سپاسگزارم که ما را تا این لحظه همراهی کردید. خبر و گزارش‌های از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت azadi.org و صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک هم پیدا کنید. اگر شما هم خبری دارید و میخواهید دیگران بدانند، به ما نویسید، تحقیق میکنیم درست بود نشر میشود. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.